روز 11 ایون در شهر مسکو یک گروه طرفداران حامی حقوق مهاجران تاجیک عزت امان فوتبالکای سفید با عکس عزت امان و طلب از زندان آزاد کردن او را پوشیده به مسجد واقع در پرسپکت میره رفتند. در قسمت پیش این فوتبالگاه رنگش سفید عکس عزت امان گذاشته شده با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی آزادی به عزت امان نوشته شده بود. بعد چند کارمندان پلیس مسکو به مسجد پرسپکت میره حاضر شده ادوکات شورت قدرتوف و یک فعال جوان رحمت الله جلالوف را که در تن فوتبالکاها با عکس عزت امان داشتند دستگیر کرده به شعبه پلیس منطقه میشانسکای بردند. در پیام ویدیویی از شعبه پلیس که نسخهش به دست پایگاه خبری بامداد نیز رسید، شورت قدرتوف گفت فوتبالکاها با عکس عزت امان را از تن او و رحمت الله جلالوف برآورده مصادره کردند. شورت قدرتوف گفت که آنها پروتکل ترتیب داده شده را امضا نکردند چون که در آن ذکر نشده بود که آنها را بر اساس کدام ماده و به چه عیبدار میکنند. در این نوار ادوکات قدرتوف نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه را عیبدار کرد که در بازداشت آنها دست دارند. کارمندان پلیس گویا گفتند که میخواستند قدرتوف و جلالوف را آزاد کنند ولی از سفارت تاجیکستان خواستند تا آنها را در حبس نگاه دارند. سفارت تاجیکستان در مسکو این سخنان قدرتوف را هنوز شرح نداده است. در اول ماه مارت سال جاری یک دادگاه در مسکو شهروندی روسی عزت امان رهبر مرکز تاجیکان شهر مسکو را بیکار کرده و او روز 25 مارت به طور مرموز غیب زده. 2 روز بعد در دوشنبه پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند.